سلام، به کانال آشپز با مهسا خوش اومدین. توی این ویدیو بهتون یاد میدم که چطوری یک کیک کشمش و گردوی فوق‌العاده نرم و خوشمزه رو درست کنید. لطفاً قبل از دیدن ویدیو حتما داخل کانالم سابسکرایب بشید و زنگوله بغلش رو هم فعال کنید تا به محض آپلود ویدیو جدید داخل کانالم اطلاع داشته باشین. ابتدا قالبمون رو با روغن چرب میکنیم و میذاریم کنار. همیشه موقع پختن کیک قبل از مخلوط کردن موادتون اول قالبتون رو چرب کنید. 3 عدد تخم مرغ داریم که زرده و سفیده رو جدا میکنیم. به سفیده یه پنس نمک اضافه میکنیم و با دور تند همزن هم میزنیم. نمک باعث میشه که سفیده زودتر فرم بگیره. بعد از اینکه سفیده فرم گرفت، برای اینکه توی دمای محیط آب نشه بذاریدش داخل یخچال. یک پیمانه شکر رو با زرده ها و یک قاشق چایخوری وانیل تا زمانی که کریمی رنگ بشه هم میزنیم. همیشه موقع هم زدن زرده ها وانیل رو اضافه کنید تا بوی زخم تخم مرغ رو بگیره. بعد از اینکه موادمون کریمی رنگ شد، یک پیمانه ماست رو اضافه میکنیم و با دور آروم همزن هم میزنیم. بعد از اینکه ماست با مواد خوب مخلوط شد، 3/4 پیمانه روغن مایع رو هم به مواد اضافه میکنیم. 2 پیمانه آرد الک شده و 1.5 قاشق چایخوری بیکینگ پودر داریم که هر دو رو با هم مخلوط میکنیم و توی چند مرحله با سفیده به مواد اضافه میکنیم و با لیسک به حالت دورانی هم میزنیم. برای اینکه کشمش‌ها و گردوها موقع پختن ته‌نشین نشن، کمی از آردمون رو نگه می‌داریم و کشمش و گردو رو داخلش می‌ریزیم و با آرد مخلوط می‌کنیم و بعد به بقیه مواد کیک اضافه می‌کنیم. مقدار گردو و کشمش هم دلخواهه. من نصف پیمانه گردو و نصف پیمانه کشمش ریختم. مواد کیکمون رو به داخل قالب می‌ریزیم و می‌ذاریم داخل فری که از یه ربع قبل تو دمای 175 درجه سانتیگراد گرم شده به مدت 45 دقیقه بپزه.
در فر رو توی 20 دقیقه اول به هیچ عنوان باز نکنید چون پف کیکتون میخوابه. برای اینکه مطمئن بشید کیکتون پخته یا نه، یه سیخ چوبی رو داخل کیکتون فرو کنید و در بیارید. اگه مواد کیک بهش نچسبیده باشه یعنی کیکتون پخته. دوستای عزیزم، اگه تا الان داخل کانالم سابسکرایب نشدید لطفاً سابسکرایب بشید و از کانالم حمایت کنید. اگرم از ویدیوم خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره.